پسری که آرزو داشت پسر بود برای زن برای آزادی. تهران، تاریخ 1401/7/12. با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه پخش زنده. عزیزان، در ادامه اعتراضات سراسری ایران بر علیه جمهوری اسلامی، دانش آموزان دختر در ده‌ها شهر ایران به صفوف دانشجویان و بقیه مردم ناراضی پیوستند. این دانش آموزان روسری هاشون رو در هوا میچرخوندن، آتش میزدن و بر علیه جمهوری اسلامی شعار میدادن. میلیون ها دانش آموز پسر و دختر در شهرهای مختلف آتشی هستند در کاخ قدرت حکومت استبدادی و ارتجاعی اسلامی و یقیناً شکست جمهوری اسلامی در مصاف با این نیروی عظیم و عدالت‌خواه اجتناب ناپذیر خواهد بود. عزیزان، در برنامه امروز هم چند مهمان گرامی دارم که اولین مهمانم رفیق بهمن علیار هستش. رفیق بهمن، ممنون که دعوت منو پذیرفتید. ابتدا بگم که رفیق بهمن به دلیل اینکه در محیط کارشون هستن نمیتونن از طریق تماس تصویری با ما باشن، به همین دلیل با تماس صوتی در خدمتشون هستم. رفیق بهمن، ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردید. خیلی ممنون از لطف شما و خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. عرض سلام. رفیق بهمن، ممنون از شما. مطمئناً اطلاع دارید از اعتراضات اخیر و اینکه طی چند روز اخیر، یعنی به خصوص دو روز اخیر، تعداد زیادی از دانش آموزا چه دختر و چه پسر به اعتراضات دانشجویان پیوستند. میخواستم نظرت شما رو در این مورد بپرسم و در خصوص اعتراضات ایران و ادامه این اعتراضات توضیحات شما رو بشنوم. پیوستن اعتراضات دانش آموزان و پیوستن اعتراضات دانش آموزان به دانشجویان و به باقی مبارزات مردم ایران یه امر منطقی و قابل پیش بینی بود، چون دانش آموزان هم در طی 40 سال حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی تحت شدیدترین فشارها و مضیقه ها بودند و الان که فرصتی پیدا شده که بتونن صدای اعتراض خودشون رو نشون بدن و بتونن خواستهای خودشون رو مطرح کنن، کاملا منطقی و قابل پیش بینی بود که به این مبارزات بپیوندند و خواستهای خودشون رو نشون بدن و به نظر من به شیوهی بسیار مؤثر و بسیار با ابتکار دارند خواستهای خودشون و فشارهایی رو که طی این سالا بهشون تحمیل شده دارن از سر خودشون کم میکنن و همراهی میکنن با باقی اعتراضاتی که در سراسر ایران و در زمینهای دیگه در جریان. رفیق بهمن، اعتراضات که ابتدا به قتل مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی آغاز شد، از حدوداً حالا 18 روز از این اعتراضات گذشته. به نظر شما اعتراضات چه پیشرفتی کرده، چه در شعارها چه در مطالبات مردم؟ پیشرفتی در این اعتراضات می‌بینید شما؟ به طور یقین پیشرفت بسیار محسوسی در این اعتراضات دیده میشه. البته مرگ ژینای عزیز جرقه‌ای بود برای این بشکه باروتی که در سراسر ایران وجود داشت و این صرفاً مناسبتی بود، بهانه‌ای بود که مردم ایران بتونن اعتراضات خودشون و مطالبات و خواستهای خودشون رو نشون بدن. ولی ما روز به روز شاهد بالا رفتن کیفیت این اعتراضات در سراسر ایران هستیم. از چند جنبه میشه به این ویژگی ها اشاره کرد. به طور کلی اعتراضات دور اخیر با تمام اعتراضاتی که حتی در سطح گسترده در سالهای گذشته، دهه‌های گذشته وجود داشت، مثلا جریانات
88 98 هم کیفیتا و هم از لحاظ ابعاد و گستردگی با اونا خیلی فرق داره. خود اعتراضاتی که در این 2-3 هفته هم در جریان بوده، روز به روز ما شاهد کیفیت بیشتری از سطح اعتراضات و مطرح شدن خواستهای مردم هستیم. به طور یعنی اگه تیتروار عرض کنم، من نمیدونم وقت برنامه‌تون چقدر اجازه میده، ولی من تیتروار بفرمایید صحبتاتون رو بکنید. بله، اولا به لحاظ گستردگی در سطح بسیار گسترده تری نسبت به تمام اعتراضات دوره‌های گذشته مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی در سطح بسیار گسترده تری این اعتراضات وجود داره و روز به روز هم گسترده تر میشه. یعنی از گسترش و فزونی این اعتراضات کم نشده. در سرتاسر ایران ما شاهد این اعتراضات هستیم. نکته دیگه کیفیت مبارزاتی این دوره است. همبستگی بسیار جدی در بین مبارزات سراسر مردم ایران دیده میشه. شعارهای همبستگی از سراسر ایران با همدیگه شنیده میشه. بلوچستان، خوزستان، کردستان، تهران، اصفهان، مشهد، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن به طور همبسته عمل میکنن و به طور همبسته خواستشون رو مطرح میکنن. نکته دیگه که قابل توجه همبستگی با ملیت‌های مختلف ایران و خواستهای اوناست. هم از طرف مرکز شهرهای مناطق فارس‌نشین با ملیت‌های ایران همبستگی رو می‌بینیم و هم همبستگی بین ملیت‌های مختلف ایران بین خودشون. مثلا در تهران شعار کردستان چشم و چراغ ایران رو می‌بینیم، در شعارهای مردم از زاهدان تا تهران به خون آغشته است ایران، یه همچون چیزی، یعنی اینها رو میبینیم. در بین ملیت‌های مختلف اعلام همبستگی مبارزاتی بین آذربایجان و کردستان رو میشنویم، بین خوزستان و کردستان رو میشنویم، بین کردستان و بلوچستان رو میشنویم. اینها خودش یک مایه امیدواریه، مایه اینه که این تبلیغات منفی و مخربی که طی دهه‌ها به گوش مردم خونده بودن، معلوم میشه که این تبلیغات خوشبختانه که تأثیر چندانی نداشته، یا این هم مثل باقی دروغ‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی رژیم‌های گذشته به نسبت حق و حقوق ملیت‌های مختلف ایران مطرح کرده بودند، داره کم کم رنگ می‌بازه. نکته جالب توجه دیگه این که شکل اعتراضات روزانه تغییر میکنه و کیفیتش هم بالا میره. از تظاهرات خیابانی شروع شد، به اعتصاب کشیده شد، الان شکل‌های مختلفی رو به صورت ارائه سرودها و آوازهای انقلابی و یا مثلا سوزاندن عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی میبینیم. کیفیت شعارها از شعارهایی که ظاهراً دق دل خالی کردن بود تا اینکه محتوای سیاسی جدی داشته باشه، وارد خواستهایی میشه که کیفیت خواستهای سیاسی بزرگتر رو مطرح میکنه. مثلا از شعار بیشرف خب طبعا این یک نوع دق دل خالی کردن تبدیل شده به مثلا میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم، یا مثلا هدف کلیت نظام، یا مثلا من امروز تو شعار دانشجویان دیدم شعار رفراندوم سر میدادن. اینها همه نشون دهنده اینه که کیفیت مبارزات خیلی فرق کرده، خیلی تغییر کرده. نکته دیگه جرأت و جسارت زیادیه که اقشار مختلف مردم نشون میدن، جوونا، دخترها، پسرها، مردم، و همه اینا به نظر من نشون میده که کیفیت اعتراضات این دوره رو به پیشرفته، رو به جلو، و ما این بالا رفتن کیفیت مبارزاتی رو میبینیم که این خودش جای امیدواریه. ولی البته این به معنای خوشخیالی نباید باشه، این کیفیت رو باید تغییر داد، باید خواستهای اساسی تری رو
مطرح کرد باید بعضی یعنی اعتراضات تا حدی ادامه پیدا بکنه که بعضی از قوانین ارتجاعی رو به صورت قانون لغو کنه. البته امیدوارم نهایت خودش ادامه داشته باشه و تصور خودم همینه که رو به یک انقلاب واقعی و رو به سرنگونی جمهوری اسلامی پیش بره. رفیق بهمن، برای پیروزی این انقلاب که شما هم بهش اشاره کردید چه پیامی دارید برای ادامه اعتراضات، برای مردمی که همکنون در خیابان هستند و برای مردمی که هنوز به این اعتراضات نپیوستند؟ و البته اینم بگم که کسایی که حالا به دلایل امنیتی یا سرکوب شدید این اعتراضات در خونه هاشون ولی شبها روی پشت بوم هاشون شعار مرگ بر دیکتاتور میدن، چه پیامی برای این گروه از تظاهر کنندگان دارید؟ به نظر من هیچ وقت نباید، نه فقط در مبارزات اخیر، در هیچ مرحله از مبارزات نباید مردم رو بیشتر از حد ظرفیتی که دارند ازشون تحت فشار قرارشون داد. به نظر من هر کس در همون حدی که میتونه باید ظاهر بشه و اعتراض و مبارزه خودش رو به مبارزات سراسری پیوند بده. شکل مبارزه بر اساس فاکتورهای خیلی متغیر و متفاوتی تاثیر میکنه روی اینکه چه کسی به چه شکلی اعتراض خودش رو نشون بده. کسی که فقط تو شپا میاد پشت بام و شعار میده، به اون معنی به نظر من نباید تلقی بشه که از مردم دیگه ترسوتر و کم جرأت‌تره. امکانات واقعیش نگاه کنیم، ممکنه در همین موقع در همین حد امکانشو داشته باشه. یعنی مثلا کسی که به تظاهرات خیابانی نمیپیونده ولی مثلا در خفای شعاری مینویسه یا مثلا این عکسی رو پاره میکنه، یعنی منظورم اینه که اعتراضات و شکل اعتراضاتی رو که صورت میگیره نباید درجه بندی کرد و بهش اهمیت‌های متفاوتی داد. همه اینها مثل اجزای یک سیستم همدیگه رو تکمیل میکنن و میتونن خود مبارزه رو کیفیت بدن، وسعت بدن. مثلا همین آوازی که این آقای شروین خوانده به صورت یک خط مبارزاتی و مطرح کردن خواستهای عمده این مبارزات تبدیل شده. ظاهرا کار مسالمه دامیزه، کسی تو خونه خودش یک کلیپی پر کرده، یه ویدیویی تهیه کرده و پخش کرده، ولی به اندازه به طریق خیلی مؤثر و مفیدی تونسته تاثیر بذاره تو پیشبرد مبارزاتی که در سطح خیابون و ظاهرا به صورت جسورانه داره پیش میره. یعنی از این نظر منظور من اینه که هر شکلی از مبارزه و هر سطحی از مبارزه از طرف هر کسی که خودش نشون میده، به نظر من نباید اینا رو تحقیر کرد، تحت فشارشون قرار داد که مثلا به شکل مطلوب و مورد نظر ما شکل مبارزشون رو انتخاب کنه. به نظر من باید این اشکال و ابعاد مختلف مبارزات رو به صورت یک ارگانیسم، یه سیستمی که همدیگه رو تکمیل میکنه، مثل یه ماشینی که اجزای مختلفش هیچ کدوم اهمیتی بیشتری از اون دیگری نداره، مثل بدن انسان. کسی نمیتونه بگه مغز از دست مهمتره، چون بدون دست هم این جسم ناقصه. همه این اشکال مبارزاتی باید در هم ادغام بشه، همدیگه رو تکمیل کنه و یه مبارزه قدرتمند و مؤثر شکل بده علیه این رژیم سیاه و دیکتاتور. ممنون از شما رفیق بهمن علیار برای شرکتتون در این برنامه. خواهش میکنم. ممنون از لطف شما هم که این فرصت رو به من دادید که نظرات خودمون هست. از شما ممنونم. بعد از دیدن یک کلیپ کوتاه دوباره در خدمتتون خواهم بود. برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
بله عزیزان، در این قسمت از برنامه‌مون در خدمت رفیق علی فکری هستیم. رفیق علی خیلی خوش اومدید و ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردید. عرض ادب و احترام دارم به شما و مخاطبانتون در سراسر دنیا، به ویژه معترضانی که خیابان‌های ایران را به لرزه درآوردند و جمهوری اسلامی را با بزرگترین بحران موجودیت خودش مواجه کردند. بله. رفیق علی، فکر کنم صحبت‌های رفیق بهمنو شنیدید. شما نظرتون در مورد این اعتراضات چیه؟ در مورد پیشرفت اعتراضات و اینکه این اعتراضات ابتدا به قتل مهسا امینی بود و معترضین خواستار مجازات عاملین این جنایت و برچیده شدن گشت ارشاد و نماندن حجاب اجباری بودن، ولی حالا خواسته هاشون تغییر کرده و خواستار سرنگونی کلیت رژیم هستن. شما در این خصوص چی میگید و بفرمایید؟ این نخستین باری نیست که جامعه ما با یک جنبش اعتراضی مواجه هست که از یک اعتراض ساده شروع میشه و کلیت نظام جمهوری اسلامی رو در بر میگیره. چرا که ما با یک انباشت مطالبات در جامعه ایران مواجه هستیم. میدونیم که جمهوری اسلامی رژیم کشتار، رژیم تبعیض‌های سیستماتیک، رژیم فقر، رژیم فساد، رژیم سرکوب و ما با انواع و اقسام در واقع تبعیضات از جنسیتی تا اتنیکی تا مذهبی، دینی و غیره مواجه هستیم. ما با شدیدترین فاصله طبقاتی در جامعه ایران مواجه هستیم. ما با یک فساد سیستماتیک مواجه هستیم. بنابراین انتظار میرفت که در واقع ما شاهد چنین جرقه‌ای در جامعه ایران باشیم. حالا قتل ژینای عزیز در واقع عامل این جرقه شد، ولی حتی اگر چنین قتلی هم روی نداده بود، حتی اگر چنین اتفاقی هم روی نداده بود، به هر روی ما در جای دیگری و به شکل دیگری انتظار چنین حرکتی رو در جامعه ایران داشتیم و جمهوری اسلامی میدانیم که اساساً قادر به پاسخگویی به اصطلاح مطالبات مردم نیست. ثابت کرد که هیچ گونه اصلاحاتی از درون قابلیت تحقق را ندارد. بنابراین ما با یک روندی از دیماه 96 مواجه بودیم. ما قیام آبان و سرکوب خونین آن را داشتیم. ما در مقیاس کوچکتر اعتراضات در خوزستان، اعتراضات در اصفهان، اعتراضات مالباختگان و اشکال گوناگونی رو داشتیم و این انباشت مطالبات و این انباشت اعتراضات در واقع میشه گفت که پیش زمینه‌های جنبش زن، زندگی، آزادی بود که امروز ما در خیابان‌های ایران شاهدش هستیم. بله. رفیق علی، شما واکنش رسانه‌های بین‌المللی به این خیزش ایران علیه حاکمیت جمهوری اسلامی را چگونه می‌بینید؟ ببینید، اگر من اجازه داشته باشم پیش از این که به این پرسش شما پاسخ بگم به چند ویژگی جنبش بپردازم تا بعد بتونم ارتباطش بدم با پرسشی که شما طرح کردید. بله حتما بفرمایید. چند ویژگی این جنبش اینها هستش به گمان من. یکی این که این جنبش در واقع بسیار جوانگراست، یعنی نسلی در واقع پا به میدان نهاده که بعد از انقلاب متولد شده، بعد از انقلاب بزرگ شده و درون خانواده‌های معترض ایرانی بزرگ شده و تناقض بنیادین میان خانواده و به اصطلاح حکومت در بیرون خانواده عملاً یکی از پیش زمینه‌های در واقع شکل‌گیری چنین نسلی است. پس بنابراین به لحاظ نسلی ما با پیدایش یک نسلی معترض و عصیانگر در واقع مواجه هستیم. به لحاظ جنسیت می‌دونیم که زنان در واقع محوریت دارن در این جنبش. خود محوریت زنان و جنبش زنان یک پتانسیل بسیار خوبی را در برابر این جنبش قرار میده، چرا که
ما با جنبش‌های اجتماعی بسیار گوناگونی در جامعهمون مواجه هستیم، از جنبش کارگری تا جنبش‌های اتنیکی تا جنبش سبک زندگی و انواع و اقسام جنبش‌هایی که در همه این جنبش‌ها زنان به صورت فعال در سالهای اخیر حضور داشتند. بنابراین خود محوریت زنان منجر به این میشه که این جنبش‌ها بتونن به راحتی با یکدیگر پیوند بخورن و جنبش زنان از این جهت نقش بسیار مهمی داره که میتونه از جنبش معلمان تا جنبش کارگری و غیره رو با یکدیگر پیوند بزنه. در واقع اگر بخوایم خلاصه بکنیم ویژگی‌های این جنبش رو، این امکان بیش از هر زمانی در جامعه ما پدید آمده که جنبش ضد تبعیض با جنبش ضد استبدادی و مبارزه طبقاتی بتونن با یکدیگر پیوند بخورن و آن ابر جنبشی که ما منتظرش بودیم یا آن جنبش ها در واقع پدید بیاد. هرچند که متاسفانه هنوز آنطور که باید و آنطور که انتظار میرفت در واقع طبقه کارگر به صورتی گسترده و فعال به جنبش نپیوسته، اما به گمان من بیش از هر زمان دیگری این امکان پدید آمده که ما به سمت تشکیل یک بلوک طبقاتی از طبقه کارگر و لایه‌های میانی و تحتانی طبقه متوسط بریم و جنبش‌های اجتماعی گوناگونی مانند جنبش زن، جنبش کارگری، جنبش معلمان و غیره رو در بر بگیره. من بر این باورم که اگر این مبارزه طبقاتی در واقع پیوند بخوره با این جنبش ضد استبدادی و جنبش به اصطلاح تبعیض‌ستیز، در نتیجه جامعه ایران به طور واقعی وارد یک مرحله انقلابی میشه و به اصطلاح وارد یک فاز انقلابی میشه. بنابراین نه تنها که جمهوری اسلامی و جناح‌های موسوم به اصلاح طلب و غیره به اصطلاح با گسترش این جنبش و با تبدیل شدن این جنبش به یک جنبش انقلابی و فراگیر در واقع مخالف هستند، بلکه رسانه‌های بین‌المللی که شما بهشون اشاره کردید و دولت‌ها و شرکت‌های تامین کننده منافع این رسانه‌ها هم در واقع به همان اندازه با گسترش این جنبش‌ها مخالف هستند. بنابراین بدیهی و طبیعیه که در کنار پوشش خبری که به این جنبش میدن باید مثل یک شمشیر دولبه بهش نگاه بکنیم. از طرف دیگه تلاش میکنن تا در واقع نفوذ جریانات راست را بر جنبش به اصطلاح تحمیل بکنن و اون پروژه های مورد نظر خودشون رو پیش ببرن و یک بار دیگه در واقع بتونن جنبش رو از درون به نفع جریانات مشخصی مصادره بکنن. هرچند این ویژگی هایی که من بهش اشاره کردم تا همین امروز نه تنها که جریانات اصلاح طلب یا استمرار طلب در داخل کشور را به شدت به عقب رانده، بلکه حتی جریانات راست اپوزیسیون رو هم به حاشیه رانده و آنها را با دشواری‌ها و مشکلات جدی مواجه کرده. اما نباید تصور بکنیم که جریانات راست همینطور بیکار می‌نشینن و قطعا نقش رسانه‌های جریان اصلی اینجا خیلی مطرح میشه و عمده میشه. رفیق علی، حضور زنان در این تظاهرات خیلی مشخصه، حضور گستردهشون. چرا این تظاهرات برخلاف تظاهرات های دیگه مثلا سال 96 یا 98 هرچند در اون تظاهرات هم زنان حضور داشتن ولی نه به این چشمگیری، نظر شما در این مورد چیه؟ و چرا قتل مهسا تا این اندازه بازتاب داشت در خصوص مشکلات زنان، در حالی که مثلا همین حالا در پاکستان زنی به اسم حلیمه کشته شده و خیلی از شهروندان افغانستانی هم من بارها در شبکه‌های اجتماعی دیدم که
خودشون گفتن که مهسا در ایران شهید شد، حلیمه هم در افغانستان، ولی چرا بازتاب قتل مهسا در ایران تا این اندازه گسترش پیدا کرد و حتی به خارج از مرزها هم، مرزهای ایران هم اشاعه پیدا کرد و موجب گسترش این اعتراضات در کشورهای غربی هم شد؟ اجازه بدید پرسش شما رو به دو بخش تقسیم کنم. چرا قتل مهسا یک همچین در واقع پیامدی داشت که جمهوری اسلامی هم تصور نمی‌کرد و غافلگیر شد؟ در واقع مهسا 3 ویژگی مهم داشت که هر 3 ویژگی در واقع دارای اهمیت بسیاری هستند. 1، مهسا زن بود. 2، مهسا جوان بود، از نسل جوان بود. 3، مهسا کرد بود. یعنی در واقع مهسا میشه گفت که نماد همه گروه‌های سرکوب شده و تحت ستم در جامعه ایران بود. از یک سو نماینده نسلی بود که حق زیستن آزاد رو ازش سلب کردند و با انواع و اقسام محدودیت‌های اجتماعی مواجهش کردند، با بی‌آیندگی مواجهش کردند، بیکاری گسترده رو داره تجربه میکنه، فقر و فاصله طبقاتی رو داره تجربه میکنه. از سوی دیگه نماد در واقع تمام تبعیضات و سرکوب‌های سیستماتیک جنسی و جنسیتی، نماد آپارتاید جنسیتی و جنسی در جامعه ایران بود و نماد مطالبات در واقع تحقق نایافته زنان، و از سوی دیگه نماد تمامی گروه‌های به حاشیه رانده، جمعیت‌های به حاشیه رانده‌ای بود که به خاطر زبانشون، به خاطر فرهنگشون، به خاطر مذهبشون در واقع به حاشیه رانده شده بودن. بنابراین آنچه را که ما امروز مشاهده می‌کنیم نتیجه اتحاد 3 گروه در واقع عمده و سرکوب شده اجتماعی در جامعه ایرانه، یعنی زنان، جوانان و گروه‌های اتنیکی. بنابراین این ویژگی هایی که مهسا داشت باعث شد که قتل مهسا دارای چنین پیامدهایی باشه و البته پیش زمینه هایی را هم که در بخش پیشین صحبتم بهش اشاره کردم خب نباید از خاطر برد. اما از سوی دیگه چرا زنان در این حرکت در واقع فعالتر هستند تا حرکت‌های پیشین؟ 2 اتفاق افتاده. یک اتفاق اینه که گفتمان اصلاح طلبی از جنبش زنان در واقع میشه گفت که رخت بربسته. ما میدانیم که گفتمان اصلاح طلبی در واقع بر جنبش زنان ایران متاسفانه برای دوره طولانی مسلط بود و تلاش میکرد تا در واقع مبارزات زنان را از دیگر مبارزات جدا بکنه و تلاش میکرد که با روش‌های محافظه‌کارانه‌ای مانند نامه نوشتن به آیت الله صانعی و امثالهم پیش بره. این گفتمان خوشبختانه در درون جنبش زنان به شدت به حاشیه رانده شد و حرکت دختران خیابان انقلاب در واقع یکی از پیش زمینه‌های در واقع این موضوع بود که حرکت اصلاح طلبی رو به عقب راند و زنان جوان در واقع میداندار شدن و به اصطلاح از اون نسل محافظه‌کار در واقع گسست کردن. این یک اتفاق خیلی مهم بود. یک اتفاق دیگه خشونت پرهیز بودن جنبش ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع. شما یک چیزی رو اینجا دارید تجربه میکنید. از یک سو جنبش بر روش‌های خشونت پرهیز، بر مبارزات در واقع مدنی سیاسی تأکید داره، به خاطر اینکه هر چی که جنبش خشونت پرهیز سر باشه در واقع توده‌ای تر میشه، گسترده تر میشه. اما از سوی دیگه این خشونت پرهیزی منجر به یک انفعال در واقع سیاسی و یک انفعال تسلیم طلبانه‌ای که اصلاح طلبان میخواستن نشده و میبینیم که همچنان که بر خشونت پرهیزی تاکید میشه حق دفاع مشروع رو هم به رسمیت میشناسه و دوستان معترض ما به وضوح اینجا و آنجا نشان دادن که
هر جا که امکانش باشه در برابر نیروهای سرکوبگر مقاومت میکنن و حتی جاهای نیروهای سرکوبگر رو به عقب میرانن و ای بسا که این دفاع مشروع حتی در آینده‌ای به دفاع مسلحانه هم بیانجامه. بنابراین خود این ویژگی خشونت پرهیزی ضمن تاکید بر دفاع مشروع، حق دفاع مشروع، باعث شده که زنان حضور فعالتری داشته باشن، چرا که هر چی که جنبش‌ها خصلت شورشی بیشتری بگیرن و به اصطلاح روش‌های خشونت آمیزتری رو در پیش بگیرن، ما با حضور کمتر زنان در این جنبش‌ها مواجه خواهیم بود و این جنبش‌ها چهره مردانه‌تر در واقع از خودشان نشان میدن. ممنون از شما رفیق علی برای حضورتون در این برنامه و توضیحاتتون. منم از شما سپاسگزارم. برای شما و تلویزیون شما آرزوی موفقیت میکنم رفیق. بله عزیزان، دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا بیانیه منتشر کردند که رفقا در بخش مونتاژ و کنترل این بیانیه رو آماده کردند که توجه شما رو به دیدن این بیانیه جلب میکنم. دانشجویان گرامی، مسئولین محترم، اساتید گرانقدر و مردم ستمدیده و حق طلب ایران زمین، ما همه دختران این سرزمین هستیم. ما همه مهساییم در سیستمی که کوچکترین ارزشی برای فردیت یک زن قائل نیست، در فضایی که مردم بر بدن زنان حکمرانی میکنند، در نظامی که از اساس بر پایه سرکوب و تحقیر و به حاشیه راندن عملیات هاست، چه زن، چه مرد، چه کارگر، چه کارمند، چه کرد، چه لر، چه ترک و بلوچ یا عرب، چه امید به آینده میتوان داشت؟ چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که جنایتی دیگر رخ ندهد، دختر جوان دیگری کشته نشود، به او تجاوز نشود، حق و حقوقش پایمال نشود؟ چگونه میتواند مرگ مهسایی دیگر جلوگیری کرد؟ ما دانشجویان الزهرا خونخواهی مرگ مهسا و همچنین دلجویی و اعتراض به دستگیری و بیخبری از 2 تن از دانشجویان الزهرا به نامهای معاهده دلبری و فاطمه رئیس رشیدی ابرقلی دست به تجاوز زده‌ایم. ما حمله جوانمردانه نیروهای امنیتی و بسیجی به دانشگاه شریف در تاریخ 10/7/1401 و شلیک و ضرب و شتم و دستگیری و تحقیر جوانان نخبه مملکت را مرغوب می‌کنیم و خواستار آزادی تمام دانشجویان زندانی هستیم و سیستمی را مورد نکوهش و انتقاد قرار می‌دهیم که به جای محافظت از جان و مال مردم، سرمایه‌های انسانی کشور را محفوظ و محصول گرداند. از اساتید محترم دانشگاه الزهرا خواستاریم که در برابر با موضع‌گیری در برابر وقایعی که گرانجانگیر آنها نیز خواهد شد و همراهی و همدلی با این جریان مردمی صدای خود را به گوش مسئولین برسانند. حمایت خود را در چنین شرایط بحرانی و سرنوشت‌سازی از دانشجویان خود دریغ نکنند، به تحریم سراسری کلاس‌های درسی بپیوندند و در آخر از خود به حراست درخواست می‌کنیم به حق اعتراض و مسالمت آمیز ما احترام بگذارند و حفاظت ما دانشجویان در برابر زد و خورد و آشوب‌ها باشند، به امید روزی که برابری بر کشور حاکم شود. بله عزیزان، در این قسمت از برنامه‌مون در خدمت رفیق فرخ مانی هستیم. رفیق فرخ، خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه دعوت منو پذیرفتید. با تشکر از شما. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. رفیق فرخ، اگه اخبار رو دنبال کرده باشید میدونید که تازگی ها آمریکا در جریان این اعتراضات و خیزش انقلابی مردم ایران تحریم های جدیدی علیه ایران در نظر گرفته، هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا. ارزیابی شما از تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا چیه؟
بله، من هم در جریان هستم. تحریم‌هایی صورت گرفته و در واقع انعکاس این، من اسمشو میذارم قیام، خیزش شاید کمی از اباحت این قیام عمومی مردم کم بکنه. این در واقع این تأثیرات این قیام بر افکار عمومی در جهان غرب و میشه گفت تمام دنیا طوری بوده که آمریکا و اروپا را هم به سمت این کشیده که یک سری تحریم‌ها رو اتخاذ کنند و علل ظاهر قرار کارهای دیگه هم انجام بدن، ولی مهمتر از این اون پشتیبانی وسیع مردمیه که تو کل جهان را افتاده از این قیام زنان در ایران یا بگیم قیام عمومی در ایران. خوشبختانه این تحریم ها، من ارزیابیم اینه که تا همین حد خیلی خیلی مثبت، خیلی کاراست، خیلی خوبه. مردم ایران خواهان دخالت مستقیم نیروهای خارجی، حالا چه آمریکا چه اروپا و کشورهای دیگه نیستند. خوشبختانه افکار عمومی مخالف یه همچی اتفاقی هستند، ولی مردم ایران، افکار عمومی اینو از اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه میخواد که پشتیبان این قیام باشن، پشتیبان مردم باشن. یعنی در واقع در موضع‌گیری هاشون برخلاف تا الان که انجام دادن بیان پشت مردم باشن و این جنبش رو تقویت کنن و اونم از این طریق حالا تحریم‌های تازه، اطلاعیه و قطعنامه‌های تازه، بحث آزاد کردن اینترنت و چیزهای دیگه. رفیق فرخ، من یه سوال اینجا برام پیش اومده. فکر نمی کنید وضع این تحریم ها به خصوص در این شرایط میتونه فشار بیشتری به مردم ایران بیاره، مردم رو فقیرتر کنه؟ چون وضع تحریم ها قبلا هم نشون داد که مثلا هیچ مردم رو فقیرتر کرد و سران جمهوری اسلامی که اصلا به قول معروف ککشون هم نگزید از این تحریم ها، فقط کسایی که در این تحریم ها ضرر دیدن مردم بودن. به نظر شما وضع این تحریم ها درسته؟ بله، قطعاً تو هر تحریمی مردم ایران یا منظورم، ببخشید یک لحظه، منظورم این بود که مثلا به جای تحریم بعضی از صنایع و بهتر نیست مثلا همونطور که سپاه پاسداران رو تحریم کردن، بقیه نهادها رو مثلا به جای این وضع تحریم ها که مردم رو فقیرتر و ثروتمندا رو ثروتمندتر میکنه؟ بله، تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر افراد و ارگان‌های دولتی تحریم شدن. حالا ممکنه به قول شما یک سری از شرکت‌ها یا ادارات هم تحریم شده باشن اینا، ولی در واقع من اینجوری فکر میکنم خب هر تحریمی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر مردم اون کشور تحریم شده داره. حالا ما بحثمان ایرانه رو مردم ایران داره، این حرف توش نیست، ولی تاریخ شاهد اینه که هر وقتی تحریم‌ها یک کمی شل شدن و حکومت دستش به امکانات و پولی که از فروش نفتش به دست آورده هیچیش سر سفره مردم نرفته، یعنی تغییر اونچنانی مردم ایران نکردن. این دولت و رژیم که از قبل عدم تحریم ها سود میبره، نه مردم ایران. کما اینکه خب فشاری هم خواهد آمد، این قابل انکار نیست که یه حد معینی از فشار به جامعه هم خواهد آمد، ولی شما در نظر بگیرید الان جوانا تو خیابانن، شهید میدن، مبارزه میکنن، سینه‌شون رو دادن جلو گلوله. خب اینم شاید یه قسمت از به هر حال تلفاتی باشه که باید مردم بدن. به هر حال اگر حتی تحریم‌ها که من فکر نمی‌کنم اینقدر شدید باشه تاثیراتش بر مردم، حتی اگه اینجوری هم باشه، اینم یه قسمت از به اصلاح چیزیه که باید بدم بره این مبارزه.
تلفاتیه که باید بدن. رفیق فرخ، حمایت کشورهای اروپایی، نهادهای دولتی و شرکت‌های غربی در این اعتراضات چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ من دوست دارم قبل از این جواب به این سوال یه موضوعی رو روشن کنم. به نظر من تفاوت این انقلابی که از دیدگاه من انقلاب شروع شده، کلیدش خورده شده، استارتش زده شده و نه امروز بلکه چند سال گذشته استارت این انقلاب بعدی خورده شده، ولی الزاماً شکل کلاسیکش مثل انقلاب سال 57 نیست. ما سال 57 در عرض یک سال، حدوداً یک سال، شاهد آغاز و پایان یک انقلاب، یک قیام بودیم، ولی تحت حکومت جمهوری اسلامی این یک سال تبدیل شده به 10-15-20 سال که ما مدام جنبش ها از شکل‌های مختلف، قیام های از شکل‌های مختلف شاهد بودیم، سرکوب شده، بعد یه مدتی دوباره خیزش شده، تظاهرات ها شروع شده، مردم بلند شدن تا امروز که به نظر من به اوج خودش رسید. یکی از دلایل متفاوتی داره، ولی یکی از دلایلی که این شرایط به این شکل اینجوری طولانی شده و اینقدر در واقع قربانی میگیره از مردم، همین عدم دخالت بگیم حالا غرب به سرکردگی آمریکاست. ما میدونیم که تو انقلاب سال 57 مدت‌ها غرب، آمریکا و کشورهای اروپایی تصمیم خودشون رو در رابطه با رژیم شاه گرفته بودن. چنج به اصلاح قضیه چنج کلید خورده بود و این خیلی تاثیر داشت تو تسریع شدن وقایع و در عرض یک سال ما گفتم شاهد اول و آخر از نقطه آ تا نقطه ب یه انقلاب بودیم، ولی این بار اینطوری نیست. به نظر من این بار تا همین امروز هم که ما داریم صحبت میکنیم هنوز غرب، آمریکا، اروپا هنوز تمایل دارن که این رژیم بمونه با یه تغییرات جزئی. هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن که به طرف مردم بیان و به این رژیم پشت بکنن و شواهد زیادی هم هست در این میتونه یکی از نقطه قوت‌های این انقلاب باشه که عدم دخالت خارجی رو در خودش داره و میتونه یه مقداری هم به هر حال به سخت بودنش کمک بکنه که میبینید چقدر طول میکشه، چقدر تلفات میده. شما در نظر بگیرید زمان شاه 1/100 اعتراضاتی که تو این چند سال اخیر شده ما نداشتیم. 1/100 اعتصابات، اعتراضات، چه میدونم سرکوب‌های دولتی واقعا ما نداشتیم اینا، ولی یه انقلابی شد. امروز این اتفاق نمیفته. چرا نمیفته؟ چون یکی از دلایل متعددی داره ولی یکی از دلایلش اینه که غرب دخالت مستقیم نمیکنه یا حداقل این تصمیم رو نگرفته که بخواد رژیم رو عوض کنه و سیاست خودش رو بکنه و این به نظر من خوبه، ولی گفتم تا حدی که رژیم رو تحریم بکنن، تا حدی که مثلا اگه این اتفاقات به جایی برسه که دولت‌های غربی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی رو ببندن و اینا رو بفرستن به سفیران رو بفرستن ایران، مثلا این میتونه واقعا نقطه اوج یه کار خیلی بزرگی باشه که شاید بری اولین بار توی تاریخ اتفاق میفته. ممنون از شما رفیق فرخ. در آخر پیامتون برای مردم ایران، تظاهر کنندگان. من فکر میکنم در واقع شاید نشه گفت پیام، ولی در واقع تأکیدیه، چون فکر میکنم مردم خودشون اینو میدونن. تشکل‌های داخل ایران، جوانا که دارن این جنبش رو رهبری بکنن به خوبی اینو میدونن. شاید تأکیدی باشه بیشتر. من از پدر مادران میخوام که بچه‌هاشون رو تنها نذارن، بچه‌هاشون رو در مقابل رژیم وحشی که از بقای خودش از هیچی صرف نظر نمیکنه بچه‌هاشون رو تنها نذارن، به این جنبش ملحق بشن، به این جنبش جوان، به این قیام جوان
ملحق بشن. راهکارهای خیلی زیادی هست برای مسنترها، برای خانواده ها، برای پدر مادرها. میتونن هر که شبا در محله خودش، لازم نیست حتما به مرکز شهر برن، هر که در محله خودش شروع بکنه به شعار دادن. شبا تو بالکن، تو پشت بام، همینجوری که این چند شب اخیر اتفاق افتاده. این موج باید بیشتر و بیشتر بشه، طوری بشه که در واقع در ابعاد میلیونی ما شاهد حضور مردم در این قیام باشیم. اون موقع است که دیگه رژیم به سراشیبی سقوط یقینا میفته، هیچ شکی نیست. خیلی ممنون از شما رفیق فروخ مانی برای حضورتون در این برنامه و پذیرفتن دعوت من. مرسی، تشکر از شما و همچنین. عزیزان، در این قسمت از برنامه گزارشی به دستم رسیده که در مورد وضعیت زنان بازداشتی در زندان ها هستش که در خیلی از سایت ها هم این گزارش منتشر شده. براتون میخونم. به نقل از یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، ماموران امنیتی زنان بازداشت شده در جریان خیزش مردمی را به شکل‌های مختلف مورد آزارهای متفاوت قرار دادند و از جمله اونان را هنگام بازرسی در مقابل دوربین مداربسته لخت کردند. بر اساس این گزارش بیش از 100 زن در سالن ورزشی زندان قرچک ورامین با شرایط بسیار بد و غیر بهداشتی برای بیش از 12 روز پیاپی نگهداری شدند، در حالی که تنها 3 توالت و 3 حمام در این سالن در اختیارشون قرار داده شده که در تمام اونها هم دوربین مداربسته وجود داشته. با وجود این شرایط زندانبانها مدام به زنان زندانی تذکر حجاب میدادند که با مقاومت زنان روبرو شدند. بر مبنای این گزارش بازداشت شدگان به شکلی مداوم و مکرر بازجویی شدند، در حالی که بازجویان اونها را به ندادن فرصت تماس تلفنی 2 دقیقه برای 1 بار در روز تهدید می‌کنند. در این محل تنها 2 باجه تلفن وجود داشته که فقط 2 ساعت در روز امکان استفاده از اونها بوده و با توجه به تعداد بالای بازداشتی‌ها گاهی امکان تماس برای همه افراد وجود نداشت. همچنین بازداشت شدگان در صورت اعتراض به وضعیت بد زندان به نگه داشته شدن در این مکان بیشتر تهدید می شدند. زنان بازداشت شده اما در حالی که در این محل نگهداری شدند که آب تمام شیرهای محل شور بوده و اونها بایستی آب آشامیدنی خودشون خریداری میکردن. بر اساس این گزارش زنان ابتدا به مدت بیش از 10 روز در سالن ورزشی زندان قرچک ورامین بدون حتی 1 دقیقه امکان هواخوری نگهداری شدند و سپس افراد زیر 30 سال رو به بند 8 منتقل کردند. زنان بالای 30 سال هم به بند قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند که در اون 80 نفر تنها به 2 توالت و 2 حمام دسترسی داشتند. بر اساس این منبع زنان پس از گذشت بیش از 10 روز دچار عفونت‌های مکرر شدند. زنان به علت نبود امکانات بهداشتی برای شستشوی لباسهای زیر و عدم وجود فضای مناسب برای خشک کردن اونها دچار مشکل و بیماری‌های عفونی شدند و این در حالی بود که در این سالن ورزشی در سر چند تن از زنان هم شپش دیده شده. از سوی دیگه تنها 1 سینگ ظرفشویی برای شستن ظروف غذا برای بیش از 80 نفر وجود داشته. قوانین سفت و سخت برای تهیه آب جوش به منظور نوشیدن چای و غیره نیز بخش دیگری از فشارهای وارد به زنان در زندان قرچک ورامین هستند. در بخش دیگه از گزارش اومده که زنان بازداشت شده‌ای که به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند هم روایت‌هایی از آزار ماموران امنیتی را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. اونها از زنان بازداشت شده‌ای که به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند خواستند تمام لباس‌هاشون رو در بیارن و اونان رو بازرسی کامل بدنی کنن. این اقدام در اتاق بازرسی و مقابل دوربین انجام شده و از زنان خواسته شده تا به اصطلاح بشین پاشو کنن، اقدامی که به منظور تحقیر زنان انجام شده. از آن گزارش کامل این میتونید در سایت ها بخونید که
وضعیت زنان، بازداشتی ها به خصوص زنان در چه شرایط اسفباری قرار گرفتن. یکی از رفقامون شعری فرستادن که شعر رو بعد از دیدن یک کلیپ کوتاه براتون میخونم. بله عزیزان، رفیق فریدون ناظری شعری برامون فرستادن برای پخش در این برنامه به نام کارگر بیا. خروشیدن مردان و زنان علیه ظلم سرمایه‌داران، در پرتگاهیم به حکم اسلام، سپاه و ارتش فوج بیلگام. کارگر بیا میان میدان، رزم رهایی است از ستمکاران. استثمار شوم ببرید امان، با استبداد هار حاکمان. سخت در نبردند اقشار جوان، جای تو خالی است نسل قهرمان. کارگر بیا میان میدان، رزم رهایی است از ستمکاران. کار و آزادی به همراه نان، مرگ ستمگر نجات زنان. شعاری جاری است بر مشت و دهان. کارگر بیا میان میدان، رزم رهایی است از ستمکاران. حکم جهل و دین دیگر نشاید، امر استثمار باید سراید. احکام شورا باید بیاید، سوی سوسیالیسم راهی گشاید. کارگر بیا میان میدان، رزم رهایی است از ستمکاران. بله عزیزان، مردم شادمان از قدرت اتحاد خود امکان سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی را برای خود حزم و درونی می کنند. خامنه ای و سران رژیمش با مردمی هوشیار و مصمم برای سرنگونی حکومت اسلامی روبرو شدند و دور نیست اون روزی که به خاطر جنایات 44 سال حکومت اسلامی در دادگاه عدل مردم پاسخگو باشند. تا دیداری دوباره، بدرود. قفس را بسوزان، بیا در خیابان، صداشو بلرزان، تو بنیاد زندان. نه تیر و تناب و نه کشتار آسان، فقط حق انسان، فقط حق انسان. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. نترسید نترسید، باید آنها بترسند، هستیم در کنار زندانیان دربند. بترسید بترسید ای صاحبان زندان، آمدیم در خیابان بشکنیم قفل زندان. بترسید بترسید ای صاحبان زندان، آمدیم در خیابان بشکنیم قفل زندان. بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم. بگو گرسنگان را از گلوله نترسان، بنیاد این نظام را در خیابان بسوزان. من و تو هم صدا با صدای بی صدایان.
ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios. قفس را بسوزان، بیا در خیابان، صداشو بلرزان، تو بنیاد زندان. نه تیر و تناب و نه کشتار آسان، فقط حق انسان، فقط حق انسان. نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. نترسید نترسید باید آنها بترسند، هستیم در کنار زندانیان دربند. بترسید بترسید ای صاحبان زندان، آمدیم در خیابان بشکنیم قفل زندان. بترسید بترسید ای صاحبان زندان، آمدیم در خیابان بشکنیم قفل زندان. بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. بگو گرسنگان را از گلوله نترسان، بنیاد این نظام را در خیابان بسوزان. من و تو هم صدا با صدای بی صدایان، بشکنیم از خیابان دروازه های زندان. حرکت جمهوری اسلامی